تو هم کلی وقت گذاشتی و کیک درست کردی ولی نمیدونی چطوری باید از قالب جداش کنی؟ بیا تا بهت بگم باید چیکار کنی. اول از همه نیاز داریم به یه پالت یا چاقو. فرقی هم نمیکنه که چاقوت اره‌ای باشه یا ساده. قالب کیک رو این شکلی به بغل میخوابونی. پالت یا چاقو رو میذاری داخل قالب کیکت. پالت رو کامل نگه میداری و بعد شروع میکنی قالبتو چرخوندن. ببینین من اصلا پالتمو نمیچرخونم، فقط دارم قالبمو میچرخونم. میبینین که کیک خیلی راحت و بدون آسیب از قالب جدا میشه. یک نکته مهم، وقتی کیک رو از فر خارج کردین بلافاصله کیک رو از قالب جدا نکنید. این کار باعث ترک خوردن یا خرد شدن کیک میشه. اجازه بدین کیک چند دقیقه داخل قالب بمونه تا از داغی اولیه بیفته. اگرم قالب طرحدار داری باید حتما قالبتو با روغن جدا کننده خوب چرب کنی. دستور روغن جدا کننده رو توی ویدیو بعدی بهتون آموزش میدم.